خب سلام. امروز میخوام یک درس از کتاب Elementary Vocabulary رو من به شما بدم. کتابمون اینه، کتاب Elementary Vocabulary از انتشارات لانگمن. لینکش رو در واقع PDF رو من داخل چنل تلگرام گذاشتم، میتونید داخل قسمت دیسکریپشن چنل تلگرام من پیدا کنید. خب این درس adjectives describing character هست. به نظر من خیلی درس مهمیه، چون که خیلی از کلمات بیسیک و مهمه که برای دیسکرایب کردن افراد، کاراکتر افراد ما نیاز داریم داخلش هست. خب با قسمت اول شروع میکنیم. پیشنهاد من واسه خوندن اینه که حالا اگه PDF رو کپی کردید یا این کتاب رو گرفتید که کتاب خیلی خوبیه، حتما پیشنهاد میشه اینا رو ترجمه پر نکنید. صرفا هر دفعه به این جمله برخوردید سعی کنید دوباره پرشون کنید جای خالی رو و این قسمت های ABC رو حفظ کنید یا حداقل چند بار بخونید از روش. خب با اول شروع میکنیم. پس اینجا گفته adjectives describing character، صفت‌هایی برای توصیف کاراکتر افراد یا توصیف کاراکتر. describe که میشه توصیف کردن، توضیح دادن. adjective هم که میدونیم چیه دیگه. adjective در واقع یک نوع نقش کلمه در جمله است و برای توصیف کردن اسم به کار میره که میشه همون صفت. خب با اول شروع میکنیم. She loves meeting people and going to parties. She's very، اون دوست داره، عاشق دیدار با مردمه و رفتن به پارتی ها. اون هست خیلی sociable person. sociable میشه اجتماعی و social از کلمه social میاد. social به معنی اجتماعست و sociable میشه اجتماعی. She likes new things and new places even if they are difficult or dangerous. اون دوست داره چیزهای جدید و جاهای جدید حتی اگر آنها سخت باشن، difficult or dangerous، خطرناک باشن. پس اون هست adventurous. adventurous میشه ماجراجو. She is adventurous. He gets very annoyed. اون خیلی اذیت میشه، خیلی رو مخش میره. If he has to wait for anything، اگر که باید صبر کنه برای هر چیزی. He doesn't like waiting. اون صبر کردن دوست نداره. اون هست خیلی he is very impatient. patient میشه صبور. impatient که مخالفشه میشه کسی که صبر نداره. من نمیدونم معادل فارسیش چی میشه. خب دومی. He never gets upset or annoyed when things go wrong. اون هیچ وقت ناراحت نمیشه یا اعصابش خورد نمیشه when things go wrong، وقتی که چیزا باب میل، اتفاقات باب میلش پیش نمیرن. یا things go wrong یعنی things که میشه چیزها، go میشه میروند، wrong به اشتباه، چیزا اشتباه میشن، به غلط میروند، لیست اشتباهی پیش میاد. he is very easy going man. میگه که upset و annoyed نمیشه وقتی که اتفاق میفته. پس اون هست easy going. easy going کسی که آسون گیره. easy میشه راحت، آسون. He loves to talk to people and tell them what he thinks and what he's done. اون دوست داره که صحبت کنه با مردم و بهشون بگه که اون چه فکری میکنه و چه کارهایی انجام میده. این آپوستروف اس در واقع he has done بوده، چه کارهایی انجام داده و دانم که past participle دیگه، حالت سوم فعله. He is talkative. پرحرفه. talk میشه صحبت کردن، talkative پرحرف. He is talkative. She is talkative. She wants to get an important job in a high position. اون میخواد که بگیره یک شغل مهم. high position میشه در یک لول بالا، در یک موقعیت بالا. high میشه بالا. She is ambitious. ambitious میشه کسی که جاه طلبه، دنبال چیزای بهتره. خب
سه تا کلمه بعدی سومی lazy میشه تنبل، naughty میشه شیطون، cheerful کسی که شاده خوشحاله. بخونیم جمله رو. Little Rosie is always breaking things and doing what her mother tells her not to do. She's a naughty girl. میگه لیتل روزی همیشه میشکنه چیزها رو و کاره میکنه که مادرش بهش میگه نکن. پس اون she's a naughty girl. He doesn't like work. He prefers to do nothing. اون کار رو دوست نداره، ترجیح میده. prefer میشه ترجیح دادن، ترجیح میده که هیچ کاری نکنه. He's lazy. تنبله. He's always happy and smiling. اون همیشه خوشحال و خندانه. He's very cheerful. به همون معنی تقریبا. خب She only thinks about herself. فقط در مورد خودش فکر میکنه. She doesn't care about other people. care اهمیت نمیده به بقیه آدم ها. She doesn't care about something. به چیزی اهمیت دادن. I don't care about you. من به تو اهمیت نمیدم. I don't care about studying. من به درس خوندن اهمیت نمیدم. She's selfish. چرا؟ چون فقط به خودش، در مورد خودش فکر میکنه. She only thinks about herself. پس اون selfish. He has a lot of common sense. He always knows the correct thing to do. He's a sensible boy. میگه اون common sense داره، آدم منطقیه و میدونه که کار درست چیه که انجام بده. He's a sensible boy. که به همین معنی sensible. He always has good hopes for the future. همیشه امید خیلی خوبی داره واسه آینده. Good hopes for the future آینده. Good hopes هم که میشه امید. He thinks everything will be fine. اون فکر میکنه همه چی اوکی خواهد بود، خوب خواهد بود. He is very optimistic. optimistic میشه کسی که آینده رو خوب میبینه. She's very careful about her appearance. خیلی مراقبه در مورد ظاهرش. appearance میشه ظاهر. And how she arranges her desk and her room. شو قرار میده یا مرتب میکنه میزش و اتاقشو. She's a tidy young lady. اون هست یک خانم جوان تمیز. tidy میشه تمیز. یاد تایت بیفتید. He always remembers to say please and thank you. He's very اون همیشه یادشه که بگه لطفاً یا مرسی ممنون. He's very polite میشه مؤدب. و آخرین جمله he has ideas like no one else. He can write wonderful stories, draw unusual picture and suggest unusual ideas. He's extremely imaginative میشه خلاق. یعنی از اینجا میتونیم فعل تصور کردن هم یاد بگیریم. imagining. بعد imaginative میشه خلاق. میگه که اون he has ideas like no one else. ایده هایی داره که شبیه هیچ کس دیگر نیست. He can write wonderful stories. میتونه داستان‌های بسیار عالی بنویسه. Draw unusual picture. تصویرهای غیر معمولی بکشه. And suggest unusual ideas. و ایده های غیر معمولی رو پیشنهاد بده. He's extremely. اون هست خیلی. extremely میشه خیلی imaginative. و اینجا هم در واقع اپوزیت این ادجکتیو هایی هست که خوندیم. implied که میشد مخالف polite میشد مؤدب. implied بی‌ادب. hard working که میشه مخالف lazy که اینجا داشتیم. hard working میشه سخت کوش. silly میشه احمق، میشه مخالف کدوم نداشتیم. silly میشه احمق. pessimistic میشه مخالف این optimistic کسی که آینده رو خوب میبینه. pessimistic نسبت به آینده زیاد خوشبین نیست. unsociable مخالف sociable میشه. unsociable کسی که زیاد اجتماعی نیست. و این دوتا ردیف بعدی هم خودتون بخونید ببینید مخالف کدوم هست. کلمات مهمش well behaved یکی مهمه. bad tempered میشه بد اخلاق. cautious میشه کسی که مراقبه و غیره. خب پس این صفحه رو خیلی مهمه همه این جملات رو بخونید، مخالفاش هم بخونید. واقعا کتاب خوبیه که من نشونتون دادم.
جلد کتاب به این شکل میخواست تو اینترنت دانلود کنی. Elementary Vocabulary بیجی توماس، انتشارات لانگمن. حالا نمیم ادیشن چندم زن، نیو ادیشن، نمیکنم ادیشن جدیدی هم داده باشه. آره. ممنون که تا اینجا نگاه کردین، امیدوارم که به درد بخور بوده باشه.